سلام به همگی، اسم من کیمیاست. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اگر روی این ویدیو کلیک کردی احتمالاً به خاطر اینه که نشستی کلی لغت خوندی، فیلم دیدی، پادکست گوش کردی و یهو به خودت اومدی و دیدی که اصلا نمیتونی از چیزایی که یاد گرفتی استفاده کنی یا به نوعی اصلا نمیتونی انگلیسی صحبت کنی. خب ایرادی نداره، چون امروز من اینجام که بهت بگم چجوری از این مخمسه بیای بیرون و بتونی حس قشنگ انگلیسی صحبت کردن رو تجربه کنی. قبل از هر چیزی بیاین بهتون بگم که شما چرا میتونین انگلیسی رو بفهمین اما نمیتونین صحبت کنین. یکی از دلایلی که وجود داره اینه که شما حالا میرید سراغ یاد گرفتن گرامر، یاد گرفتن لغت، سراغ فیلم دیدن، سراغ نوشتن، اما کاری که میکنین اینه که اصلا تلاش نمیکنین صحبت کنین و این مثل میمونه که شما بر فرض مثال برید باشگاه اما فقط پاهاتون رو تمرین بدین. اوکی؟ خب چه اتفاقی میافته؟ پاها روز به روز قوی تر میشه، حرکات سخت‌تری رو میتونه بزنه، اما دست چی؟ اما شکم چی؟ اما بک چی؟ میدونی؟ دقیقاً مثل همینه که شما وقتی که میاید حالا گرامر کار میکنین، رایتینگ کار میکنین، ریدینگ کار میکنین، اسپیکینگ یا همون صحبت کردن رو هم باید کار کنید که اینا همشون با هم بالانس بشه. چون که انگلیسی یه زبانه، زبان برای ارتباط برقرار کردن، زبان چیزیه که باید صحبت بشه. الان حرفام شبیه جواد خیابانی شد. خب تو اولش ممکنه تو بوق بزنی، اولش ممکنه استرس بگیری، ممکنه مسخره بشی، اما باید این مرحله رو رد کنی و هر کسی که تا به امروز به عنوان زبان دومش انگلیسی رو یاد گرفته این حس رو تجربه کرده و الان داره بهت میگه که اوکی تو باید این مسیر رو طی کن. یه چیزی بهتون بگم، شما اگه همین امروز تو خیابون یکی رو ببینید که بر فرض مثال ایتالیاییه اومده ایران و داره باهاتون فارسی صحبت میکنه، اما نه لهجهش خوبه، نه اصلا کلماتو درست میگه، نه اصلا جملاتش اصلا معلومه چیه، داره دست با شکسته سعی میکنه که باهاتون صحبت کنه، شما به عنوان کسی که زبانتون فارسی هست مسخرهش میکنین؟ نمی‌کنین، چون با خودتون اصلا میگین که بابا طرف چقدر خفنه، از ایتالیا پا شده داره فارسی یاد میگیره، دمش گرم همین قدم میتونه. ولی خب خودتون رو نگاه کنین وقتی که میخواین انگلیسی صحبت کنین، با اینکه زبان مادریتون نیست میگین که من اینجا بلد نیستم، من اینجا توپق زدم، من اینجا بلد نبودم. خیلی صحبت کردم. یکی از دلایلش پس این بود که شما اصلا تمرین صحبت کردن نمی‌کنین، میشینین لغت میخونین، گرامر میخونین، اما صحبت کردن رو تمرین نمی‌کنین. باید صحبت کنین، حالا چه دست و پا شکسته چه هر جوری، اصلا مهم نیست، فقط باید صحبت کنین. یه دلیل دیگهش اینه که شما وقتی که میخواین صحبت کنین نمیتونین، به خاطر اینه که شما دنبال هی قالب جمله درست، گرامر درست، کلمه درست، یعنی ذهنتون هی درگیر این میشه که خب اینجا چی بگم، اینجا حال ساده به کار ببرم، اونجا مثلا گذشته ساده به کار ببرم، گذشته کامل. این ذهنتون درگیر این میشه که الان مثلا من از چه کلمه‌ای استفاده کنم، چه نوع جمله‌ای رو بیارم. این موضوع برای نوشتن اصلا اشکالی نداره. شما وقتی که دارین چیزی رو مینویسین تو امتحان وقت دارین که راجبش فکر کنین و بنویسین، اما در مورد صحبت کردن این موضوع وجود نداره. وقتی که طرف یک سوالی از شما میپرسه در لحظه انتظار داره که شما جوابشو بدین، نمیتونه مثلا 5 دقیقه صبر کنه که حالا ببینه شما میخواین چه جوابی بهش بدید. این کار هم اشتباهه، مثل رانندگی میمونه. یعنی شما ممکنه بدونی کلاچ کدومه، ترمز کدومه، دنده کدومه، فرمون کدومه، چجوری مثلا باید دنده بدی، اما تا نشینی پشت فرمون، تا رانندگی نکنی، این موضوع هیچ فرقی به حال شما ایجاد نمیکنه. اینکه بدونی گاز کدومه، ترمز کدومه اصلا باعث نمیشه که شما راننده خوبی باشی. انگلیسی هم همینه. شما اگه بخوای مثلا 100 تا لغت بلد باشی، 100 تا قالب جمله بلد باشی، همه گرامرها رو بلد باشی، ولی تا صحبت نکنی و سعی نکنی به کار بگیریش، هیچ فرقی به حال شما ایجاد نمیکنه. و دقیقاً هم مثل رانندگی که شما هر چی بیشتر رانندگی کنین، هر چی بیشتر پشت فرمون بشینید، هر دفعه بهتر میشین. زبان هم همینه. هر چی بیشتر صحبت کنید، هر چی بیشتر مثلا سعی کنید چیزایی که یاد گرفتین رو به کار بگیرین، هر دفعه بهتر و بهتر و بهتر میشین. حالا یه سری کارا هست که شما میتونید انجام بدین که خودتون بتونید که مکالمتون رو تقویت کنید و بتونید که انگلیسی صحبت کنید. واضح ترینش اینه که با خودتون مکالمه کنین، مکالمه داشته باشین. که اینجا 2 تا مشکل هست که خیلی از زبان آموزا بهش اشاره میکنن. یکیش اینه که میگن که خب ما تنهاییم، با کی مکالمه کنیم؟ اما
نکته جالبی که وجود داره اینه که اصلا شما نیازی ندارین با کسی مکالمه کنین. شما میتونید اصلا با خودتون تو آینه مکالمه کنین، میتونید خودتون در نقش 2 نفر باشین، مثلا هم فرد شماره 1 باشین هم فرد شماره 2. اصلا نیازی نیست که حتما کسی باشه که بخوایم باهاش صحبت بکنین. اتفاقا اگه نباشه برای شما بهتره، چون از قبل یکم صحبت میکنین، مکالمه میکنین، یاد میگیرین، یک کم اعتماد به نفس پیدا میکنین، بعد حالا میرین سراغ این که بخوایم با یک فرد واقعی مکالمه داشته باشین. چون تقریبا کسی واقعا پیدا نمیشه که هر موقعی که شما بخواین یا هر موقعی که شما تایمشو داشته باشین باهاتون مکالمه کنه. خیلی راحت میتونید یه شرایطی رو تو ذهنتون، یک موقعیت رو تو ذهنتون تصور کنین و توی همون موقعیت شروع کنین به صحبت کردن. فرض کنید که الان مثلا رستورانین، فرض کنید که فرودگاهین، فرض کنید که رفتید کافه. اصلا هر شرایطی که تو ذهنتون رو میتونید تصور کنید و اونجا شروع کنید به صحبت کردن با خودتون. یا اصلا میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید. یعنی شما میتونید که ازش بخواید که با توجه به سطحی که دارین ازتون مثلا 10 تا سوال بپرسه و شما مثلا اون سوالا رو بخونین، یهو مثلا برگردین به خودتون حالا جوابشو بدین. و من هنوز این کارو میکنم. یعنی مثلا توی اینستاگرامم که از این ویدیوهای سوال پرسیدن آیلتس میاد، استاپ میزنم، مثلا گوشی خاموش میکنم، بعد شروع میکنم به اینکه خودم بخوام با اون سوال جواب بدم. این از چت جی پی تی یک موضوعی رو بخواین که در موردش ازتون سوالهای مبتدی بپرسه. مثلا بگید که راجع به غذا ازم مثلا 10 تا سوال مبتدی بپرس. یه مشکل دیگه اینه که خب الان من از کجا بدونم که وقتی که دارم با خودم مکالمه میکنم دارم درست انجامش میدم؟ و دوباره یک خبر جالب دیگه وجود داره و اونم اینه که شما اصلا نیازی نیست درست انجامش بدین، فقط لازمه که انجامش بدین. میدونین اصلا مهم نیستش که درست باشه غلط باشه، تعداد غلط چقدر باشه، کجاش درسته کجاش غلطه، هیچ کدوم اینا بچه‌ها هیچ اهمیتی نداره. وقتی که شما تازه نشستین دارین با خودتون شروع میکنین مکالمه کردن، اصلا مهم نیست درست باشه یا غلط. شما که قرار نیست چه میدونم لکچر بدین، شما قرار نیست ارائه بدین، شما قرار نیست مثلا استاد دانشگاه باشین، که شما فعلا دارین شروع میکنین و برای شروع هر مقدار اشتباهی که داشته باشین اصلا بیشتر باشه بهتر هم حتی هست. اما بازم میگم شما میتونین اصلا با چت جی پی تی چک کنین جواب خودتون رو، مثلا میکروفونش رو بزنین بهش بگین جواب خودتون رو، بعد حالا جوابتون رو براتون مینویسه. میتونید ببینید چقدر درسته چقدر غلطی، ازش بخواین که غلطتون رو بهتون بگه، ازش بخواین که کمکتون کنه که حالا چجوری میتونین این اشتباهاتی که دارین رو درستش کنین. الان میخوام بهتون یک تمرینی رو بدم که بتونید اعتماد به نفستون رو توی صحبت کردن انگلیسی کم کم تقویت کنید. کاری که باید بکنین اینه که یک دفترچه مثل چیزی که الان من دارم یا هر چیزی که اصلا خودتون صلاح میدونین داشته باشین. تو قدم اول تصمیم بگیرین که اول دوست دارین راجع به چی صحبت کنین، یعنی علاقتون به صحبت کردن در مورد چه موضوعی بیشتره. حالا میتونه برای یک نفر اون موضوع غذا باشه، میتونه فشن باشه، میتونه حالا شغلش باشه، میتونه هر چیزی باشه. حالا ما برای مثال غذا رو در نظر میگیریم و بالای صفحه‌ای که داریم مینویسیم فود که همون غذاست. مبتدی ترین چیزی که میتونیم راجع به غذا بگیم چیه؟ من میگم مثلا یک چیزی که ممکنه خیلی ها بلد باشن، میگم I like pizza، من پیتزا دوست دارم. حالا تمرین شما چیه؟ اینه که بیاین این جملاتی که مینویسین رو تغییرش بدین، بهش جزئیات بدین، اسم غذا رو عوض کنین. اصلا بگید به جای اینکه بگید I like pizza بگید I love pizza، یا اصلا بگید I hate pizza، من پیتزا دوست ندارم، یا من عاشق پیتزام، یا بیاین اصلا بگید I like to eat pizza، من دوست دارم پیتزا بخورم، یا مثلا I like pizza for lunch، یعنی من برای نهار پیتزا دوست دارم. بیاین حالا این یک دونه جمله رو هی تغییرش بدین، بهش جزئیات بدین و سعی کنید که در موردش صحبت کنید. و حالا این جملاتی که نوشتین رو بیاین بخونین از رو. چند دور اصلا من اینجا نوشتم، میام مثلا از روش میخونم بلند برای خودم که هم یه دور دوباره گوشم بشنوه، هم خب خونده باشم یه دور. حالا که کارمون با جمله ها تموم شد، باید بیایم دنبال کلماتی بگردیم که مربوط به غذاست. بر فرض مثال delicious یعنی خوشمزه، خب این کلمه مربوط به غذاست، پس من میام این delicious رو با معنیش توی همون صفحه‌ای که داشتم در مورد غذا مینوشتم مینویسمش. یا یه کلمه دیگه tasty که خب تقریبا به همون معنی هست. اینا رو با هم توی یک برگه کاغذ دارم، میدونم که در مورد چیه و بهش آگاه هستم و میخونمش در طول روز. هر موقع که وقت داشتم باشه جلوی چشم یا دفترچم پیشم باشه، هر موقع که وقت داشتم بهش نگاه کنم بخونمش.
حالا در طول مطالعاتی که دارم ممکنه به کلمات دیگه‌ای بر بخورم، ممکنه جملات دیگه‌ای ببینم که در مورد این موضوع باشه. میتونید حتی برید تو یوتیوب سرچ کنید در مورد غذا مثلا ویدیوهای دیگه‌ای ببینید، ممکنه خیلی چیزای متفاوت‌تر و پیشرفته‌تر و بهتر و کاربردی‌تر اونجا یاد بگیرین. اونا رو هم میتونین یادداشت کنید و دفعه بعدی که یک نفر خواست با شما صحبت کنه و اومد مثلا در مورد غذا از شما پرسید، خب چی میپرسن؟ یعنی مثلا ممکنه اولین چیزی که ازتون ممکنه بپرسن اینه که what's your favorite food، یعنی غذای مورد علاقتون چیه و شما در لحظه میتونید بگید I like pizza، میدونی؟ و همین باعث میشه که کم کم اعتماد به نفس شما توی صحبت کردن بیشتر بشه. یا اصلا موقعی که حتی خودتون خواستین که برید با کسی صحبت کنین یا یکم باهاش آشنا بشین، باهاش مکالمه کنید، میتونید خیلی راحت همون لحظه ازش بپرسین what's your favorite food. در اونم مثلا حالا میتونه جواب خودشو بده، شما میتونید با توجه به لغاتی که یاد گرفتین، کلماتی که یاد گرفتین، چیزایی که یاد گرفتین، حالا اون مکالمه رو به نوعی ادامه بدین. شما میتونید این تمرین رو برای هر موضوع دیگه‌ای هم انجام بدید. میتونه در مورد سفر باشه، میکاپ باشه، رنگا باشه، کلا باشه و میتونید یک صفحه رو اختصاص بدین به هر کدوم از این موضوعات و دفعات بعدی که حالا خواستین گرامر یاد بگیرید، لغت یاد بگیرید، میتونید که با طبقه بندی یاد بگیرید. یعنی کلماتی که مربوط به هر کدوم از این موضوعات هست رو توی همون صفحه یادداشت کنین و هم مطالعه براتون راحت تره، هم دسته‌بندی شده است و هم وقتی که خواستین صحبت کنید دیگه ذهنتون گمراه نمیشه که الان من کدوم کلمه رو به کار ببرم یا کدوم جمله رو بگم. دیگه خلاصه همین بچه‌ها، امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. اگه سوال دیگه‌ای در مورد این موضوع دارین برام توی کامنت ها حتما بنویسین. خیلی دوستتون دارم و تو ویدیو بعدی می‌بینمتون. خدافظ.